یکی از اقدام‌های نجیب فرهنگی و معرفت سالاری در سال 2020 این اعلان دوباره آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است از جانب حکومت مملکت میباشد. بدون شک راه اندازی این آزمون در راه جلب نسل نورس و جوان به کتاب، آگاهانی آنها از اصالت و تمدن و خودشناسی ملی سهمی بارز گذاشت که مشاهده ها این را بازگو می نماید. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است از روی 5 نامیناسیا: خواندن و زیاد کردن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک، خواندن و زیاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک، خواندن و زیاد کردن اشعار بچگانه و افسانه‌های خلق تاجیک، خواندن و زیاد کردن آثار ادبیات جهان و نهایت شاعری دایر گردید. شاه جایزه آزمون 60,000 سامانه مقرر گردیده بود و دور جنبستی آزمون در کتابخانه ملی تاجیکستان گذرانده شده غالبان معین گردیدند. با گفت مسئولین داوطلبان آزمون سال 2020 نسبت به سال 2019 با مراتب زیاد بودند و آن با شکوه خاصه در ماه دکبر جنبست گردید. عرب سیریش که خونم همه لالزار بادا، عجمی رمیده بورا نفسم بهار بادا، تپیش است زندگانی تپیش است جاویدانی، همه ذره های خاکم دل بیقرار بادا. خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 دهه سال جماعت دهات ماهیان از شهر پنجهند امروز با حکم تقدیر یک جایزه بلند در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی شاه جایزه دور 4 آزمون نصیبم گردید و من این را پیش از همه تحفه تقدیر می‌دانم. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی برای تمام جوانان کتابخوان یک میدان فراخ و بزرگ است که هر استعداد در آن با تمام درخشش‌های خود جلوه می‌دهد.